تمرین آینه. خوانش ناصر جاهدنیا. روز 12 تا 14 با تمرکز بر مفاهیم لیاقت، منبع خیر بودن و بخشیده شدن. روز 12 لایق بودن. من لایق بهترین ها هستم. لایق عشق، لایق احترام، لایق موفقیت. حضور در لحظه. سلام عزیزم، همین الان، همین لحظه، فقط من و تو هستیم. بذار همه صداها، همه فکرها، همه نگرانیها برای چند لحظه کنار برن. نفس بکش. به چشمهات نگاه کن. اونجا عمق وجودت رو میبینی. بذار بدنت با هر بازدم کمی آرومتر بشه. نگاهت توی آینه بمونه، نه برای مقایسه، بلکه برای تأیید، برای تصدیق. تو اینجایی و فقط بودنت نشونه لیاقته. وجودت خودش اثباته. عشق و پذیرش. من تو رو میپذیرم با تمام اون لحظاتی که حس کردی کافی نیستی. با تمام اون دفعاتی که گفتی من کیم که همچی چیزی رو بخوام. اما حقیقت اینه، تو لایق خواستن هستی. تو لایق داشتن، لایق دریافت هستی. تو از جنس کم نداری هستی و از جنس حقداری هستی. بخشش و رهایی. رها کن اون حس نالایق بودن رو. اون باورهای قدیمی که گفتن باید بجنگی تا شاید یه روزی به چیزی برسی. اون صداهایی که گفتن نه، این مال تو نیست. اون خاطراتی که باعث شدن باور کنی باید صبر کنی تا دیگران تعیین کنن تو لیاقت چیو داری. امروز وقتش این قفل ها باز شن، چون تو حق داری. تأیید ارزش و قدرت. من لایق آرامشم. من لایق روابط سالمم. من لایق فرصتهای زیبا، سفرهای روح بخش، لبخندهای واقعیم. من لایق دیده شدن، شنیده شدن، حمایت شدنم و این لیاقت از درونم میاد، نه از تایید بیرون. پایان و تأکید نهایی. امروز به خودت بگو من لایقم چون هستم. بدون تلاش‌های بی‌وقفه، بدون اثبات، بدون جنگیدن. فقط هستی و همین یعنی کافیم.